بعضی دختران متاسفانه خیلی زود باور هستند و با یک دو جمله سخنان دلربای هر کس و ناکس خود را اسیر آنها می‌گردانند و با ارزشترین چیزی که یک دختر دارد آن را در اختیار آنها می‌گذارند. پس وقتی که خواسته‌شان را گرفتند آنها را به مثل کاغذ تشناب می‌پرتایند و سراغی از آنها نمی‌گیرند. خواهرم، این را فراموش نکن که هر چیزی که به آسانی به دست آید انسان قدر آن را نمی‌داند و همین طور به آسانی از دست می‌رود. ولی هر چیزی که به مشکلی به دست آید انسان قدر آن را می‌داند و به آسانی از دست نمی‌رود. قسم به خدا که چقدری که عفت و پاکدامنی اختیار کردی همان قدر با ارزشتر می‌شوی و چقدری که از چشم مردان بیگانه خود را نگاه داشتی همان قدر با ارزشتر می‌شوی. اگر صبر کردی و با مردان بیگانه رابطه های نامشروع نکردی و خود را از چشم مردان بیگانه نگاه داشتی، خداوند برای تو شوهر با وفای را نصیب می‌گرداند که تو را دوست می‌دارد و قدر و ارزش تو را می‌داند و تو را به آسانی از دست نمی‌دهد. نجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. زنانی را که احمد یار آنها در این دنیا و در روز یقین است. زنان پاک و با تقوای عالم گواه طهرشان نور مبین است. سپر تیر شیطان لعین است. نجابت بهتر